سلام به همه شنوندگان عزیز. امروز میخواهم درباره کتاب به نام زندگی واقعی است تا زمانی که من هستم صحبت کنم. کتاب زندگی واقعی است تا زمانی که من هستم به ما یادآوری میکند که زندگی با تمام چالش ها و زیبایی هایش یک سفر منحصر به فرد است. این کتاب به ما می آموزد که چگونه با آگاهی از لحظه حال با خودمان و دیگران نزدیکتر شویم. با بررسی تجربیات و احساسات انسانی، نویسنده ما را به تفکر درباره معنا و هدف زندگی دعوت می کند و به ما نشان می دهد که هر لحظه فرصت برای رشد و تغییر است. نکات کلیدی این کتاب: اول، آگاهی از لحظه حال. نویسنده بر اهمیت زندگی در حال تاکید می کند و ما را تشویق می کند تا هر لحظه را به طور کامل تجربه کنیم. این آگاهی به ما کمک می کند تا از زندگی لذت ببریم و از نگرانی های بی‌مورد دور شویم. دو، پذیرش خود. کتاب به ما یاد می دهد که خود را با تمام نقص ها و احساساتمان بپذیریم. این پذیرش به ما آزادی می دهد تا بدون قضاوت به خود نگاه کنیم و به رشد شخصی بپردازیم. 3. رشد شخصی. نویسنده به ما نشان می دهد که هر چالش و تجربه‌ای که در زندگی داریم فرصت برای یادگیری و رشد است. این دیدگاه مثبت به ما کمک می کند تا از مشکلات و عنوان ابرازهای برای پیشرفت استفاده کنیم. 4. ارتباط با دیگران. اهمیت ارتباطات انسانی و همدلی در زندگی به وضوح در کتاب بیان شده است. نویسنده تاکید می کند که ارتباط عمیق و واقعی با دیگران می تواند به ما احساس تعلق و خوشبختی بدهد. 5. معنا و هدف. جستجوی معنا و هدف در زندگی به عنوان یک سفر شخصی مطرح می شود. نویسنده ما را تشویق می کند تا به دنبال ارزش‌ها و اهداف خود باشیم و زندگیمان را بر اساس آنها شکل دهیم. بیایید به بعضی از جملات این کتاب که خیلی عمیق و تاثیرگذار است بپردازیم. آدم خوب نیست که خوبی را فراموش کند، گربه هم نیست که بدی به یادش بماند. نخستین نگفتن به کسی که وجدان یا ملاحظه‌ای ندارد، نتایج حتی هزاران کار خوبی را که در گذشته برایش کرده اید نابود می کند. تنها آن کس شایسته پیروی از هر دین است که هرچند کار بدی را که کسی با او کرده به یاد می آورد، اما نسبت به آن شخص بدی نمی کند. کتاب زندگی واقعی است تا زمانی که من هستم به ما یادآوری می کند که زندگی یک سفر است، نه یک مقصد. هر لحظه فرصت برای یادگیری و رشد است. با پذیرش خود و دیگران، با آگاهی از لحظه حال، می توانیم به عمق واقعی زندگی پی ببریم. این کتاب ما را تشویق می کند تا با قلب باز و ذهن آزاد به جستجوی معنا و هدف در زندگی بپردازیم و از هر تجربه به عنوان یک گام به سوی بهبود استفاده کنیم. در نهایت، زندگی واقعی زمان آغاز می شود که ما با خود و دیگران عشق می‌ورزیم و از هر لحظه به بهترین نحو بهره برداری کنیم. سپاسگزارم که به صحبت‌هایم گوش کردید. تا جلسه بعدی، خداحافظ و نگهدار همه شما عزیزان.